سلام علیکم آقا، خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدین به این ویدیو از چنل خودتون. بچه ها امروز و داخل این ویدیو اومدم بهتون بهترین روش اتک زدن در تانهال 11 و 12 رو بهتون آموزش بدم. فقط اگر دوست داشتید چنلمون رو ساب کنید و این ویدیو هم لایک کنید و برو بریم سراغ ویدیو. خب رفقا، شما این اتکی که بهتون میگم برای تانهال 11 و 12 است. خب آقا، میایم اینجا بچه ها، میبینید نیروهایی که من دارم میبرم. شما بچه ها نیاز دارید به هیروهای کوین، واردن و مینیون یا شاهزاده مینیون یا کینگ. اون شاهزاده مینیون و کینگ خیلی فرقی نمیکنه. حالا من خودم مینیون میبرم و هم کینگ هم داخل ارتقاء. ابیلیتی های شاهزاده مینیونتون باید این باشه، ابیلیتی های واردنتون باید این باشه و همینطور ابیلیتی های کوینتون. بچه ها توی این اتک کوین و واردن نقش خیلی زیادی دارن و آره رفقا، داخل نیروهایی که میبریم، نیروهایی که میخوایم ببریم 9 تا الکترو داره و 2 تا بالون و اسپلامون هم 4 تا فریز و 7 تا رد. بچه ها من اینو بهتون بگم، شما این برایتان 12 که اردوگاه های نظامیتون مکس تانهالتونه. اگر تانتون 11 یا هنوز مکس نشده، جاتون یعنی ظرفیتش کمتره، تا جایی که میتونید الکترو ببرید و هر چقدر جای خالی داشتید بالون ببرید و اسپلاتون 7 تا رد ببرید و هر چقدر هم جای خالی داشتید فریز ببرید. داخل ریکتون هم اگر قلعه قبیلتون مکس تان 12 بود، یعنی بر تان 12 بود، یه ابردراگ، یه فریز، یه اسپل سرعت و یه دونه بالون سنگ انداز. حالا اگر 11 بود، به جای ابردراگ الکترو ببرید. من الان ریکم پر نیست، میخوام بدون ریکم اتک بزنم. خب رفقا، کسی که میخواستیم بزنیم رو پیدا کردیم و این مد نظر ما. خب بچه ها، ما باید اول از همه در نظر بگیریم از کجا میخوایم اتک بزنیم. من کوینامو میخوام از این بخش بندازم. با اسپل ردم این دفاع هواییاشو میارم پایین، با یه مینیون و الکترون یا یه الکترو یا کینگ این دوروبر رو جمع میکنم و نیروهای اصلیم هم از اون ور میریزم. خب آقا، من میام اینجا 1 2 3 تا میخواد هر کدوم از دفاع هوایی داخل این لول و به این هم یه دونه میزنم اینجا. خب آقا، حالا کوینمو میندازم اینجا و قدرتشو میزنم. این دفاع هواییش هم افتاد همونطوری که دیدید. حالا وای میسیم این دوروبریا رو بزنه، یکم خالیشه. نگاه کنید 16% همین الان شما زدید فقط به کوین و اسپل های ردتون. حالا یکم وای میسید تا کوین این دوروبر رو خالیش کنه. زمانی که کوینتون خالی کردش این دوروبر رو، شما شاهزاده مینیون هم میندازید یه طرف و وای میسید شاهزاده مینیونتون هم تا یک حدی بزنه. و خب رفقا، حالا شما از این طرف الکترو میندازید و وای میسید الکتروتون هم تا یه حدی خالی بکنه. با فریز این برج جهنمیشو نگه میداریم. یکم مینیون هم احمق بازی در ورد در فاز کلان. و حالا وای میسیم مینیونه بچه واقعا احمق بازی در ورد. حالا از این طرف با کل نیروهامونو ما میریزیم و این طرف هم یه دونه از این بالونای هوای خالی برمیداریم چون رکمون پر نیست. واردنمون رو میزنیم، 2 تا اینجا بالون و بالون سنگ اندازم پشتش میندازیم. حالا وای میسیم اینو بچه ها با فریز و این یکی هم همینطور با فریز نگرشون میداریم و خب وای میسیم اینجا بزنن. الان اینو باز هم با فریز نگرش میداریم و قدرت واردن رو اینجا میزنیم که این محدوده رو بترکونه و سریعتر برن جلو. و اسپل خشمش هم هنوز هستش، ولی واردنمون نگاه کنید اینجا تک افتاد چون ریک نداشتیم. خب اگر ریک داشتیم خیلی بهتر هم میشد. حالا میذاریم بینش رو 4x و میبینید بچه ها این 3 ستاره شد، خیلی خفن و راحت. و حالا اگر ریکتون پر باشه بهتر هم میتونید بزنید و این واقعا بهترین روش اتک زدن در تانهال 11 و 12 بود از نظر هوایی. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی، به علی دروغ میگی. حالا یک سری زمینی میزنن. اگر دوست داشتید آموزش زمینیش هم میذاریم اگر حمایت ها خوب بود. و آره دیگه رفقا، اگر دوست داشتید چنلمون رو ساب کنید و واقعا ممنونتون میشم اگر این کار رو انجام بدید.
و امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا.